یک نمونه از این آخوندهای دین فروش و دجال و دروغگو و مکار آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مدیر شبکه جهانی ولایت یا ضلالت هست. ایشون از مدتی که برنامه داشته در شبکه سلام تا تأسیس شبکه ولایت تا امروز، در این شبکه‌های تلویزیونی و در دیگر کانال‌هایی که گاهن در برنامه‌ها شرکت کرده یا در درس‌ها و سخنرانی‌ها و کانفرانس‌ها و مقالاتی که در سایتش و در ایران نشر شده، همیشه دروغ و تلبیس و خیانت روش و منهج این آخوند دروغگو بوده. یکی از دروغ‌های خیلی واضح و آشکاری که از بین ده‌ها دروغش ما در شبکه جهانی وصال حق پخش کردیم و لله الحمد تا هنوز هم یکی از این دروغ‌ها رو نتونسته این آخوند دروغگوی مکار حیله‌گر پاسخ بده. دروغی است که به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه زده که ایشون در کتاب منهاج السنه گویا سران مذاهب اهل سنت رو کافر و زندیق میدونن. همونطوری که بارها ذکر کردم، هدف این آخوند مکار و بقیه مراجع و آخوندهای رافضی در ایران و عراق و بقیه کشورهای جهان تفرقه افکنی و اختلاف و ایجاد کینه و دشمنی و عداوت در بین مسلمانان است. با این دروغهاش میخواد بین اهل سنت اختلاف و تفرقه بندازه که گویا یکی از علمای بزرگ جهان اسلام، شیر اهل سنت ابن تیمیه رحمت الله علیه، که خار چشمیش برای روافض و برای این آخوندها، چون کتاب منهاج السنه‌ای که ایشون در رد گمراهی و ضلالت و خزعبلات روافض نوشته، تا هنوز کسی نتونسته به این کتاب جواب بده. به خاطر همین بیشترین کینه و عداوت و دشمنی رو با شیخ الاسلام ابن تیمیه دارن. ایشون در یکی از کلیپ ها تهمتی میزنه به شیخ الاسلام ابن تیمیه که اول این کلیپ رو ببینیم، بارها پخش کردیم، بازم پخش میکنیم با امید این که اینا حداقل یک کمی یک جوی غیرت داشته باشن و بتونن حداقل در مورد این کلیپ دفاع بکنن. دفاع که ندارن، الله حداقل مردانگی و شجاعت داشته باشن، اینقدر آزادگی داشته باشن که بیان معذرت خواهی بکنن از توهین و اهانتی که به اهل سنت کردن و به شیخ الاسلام ابن تیمیه. با هم این کلیپ رو میبینیم. الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان و سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره، نمیگه مذهب شیعه، مذهب اباضی، کل مذهب، انما ابتدعه زنادقه منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیق ها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید، آقای جوان حنفی بفرمایید، این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقه منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین.
حکم زندیق چی؟ و قاتلوا ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن، اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه، آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن، آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. بله دوستان عزیز، این بود کلیپی که ما بارها پخش کردیم این کلیپ رو و خدمت شما عزیزان هم عرض کردیم که این آقا داره دروغ میگه. همچین مطلبی رو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در کتابش نمیگه و این داره تهمت میزنه به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه. در این مدتی که ما این کلیپ رو پخش کردیم خیلی اومدن سعی کردن از طرفدارانشون، از شاگردانشون، یکیش همین چند هفته قبل آقای باقری بود که سعی کرد بیاد از این دروغ دفاع بکنه با سفسطه و خلاصه با دروغگویی و اینا، اما نمیتونن از این دروغ قزوینی دفاع بکنن، زیرا این طرف خیلی ساده و بسیط خدمتتون عرض بکنم که این آقا داره دروغ میگه و برای انسان دروغگو شما چطور میتونید که از دروغش بیاید و دفاع بکنید؟ در مورد این مطلب من این صفحه رو خدمتتون نشون بدم. این کتاب منهاج السنه است. احمد جان اگر نشون بدی. کتاب منهاج السنه شیخ الاسلام ابن تیمیه است. تشکر میکنم. و اینم صفحه ای که ایشون بهش استدلال میکنه. اینجا در اینجا میگه صفحه 302 ليس في الطوائف اکثر تکذیبا بالصدق و تصدیقا بالکذب من الرافضه. میگه در بین طوائف آن گروهی که راستی رو تکذیب میکنن و دروغ رو تایید میکنن بیشتر از رافضه شما نمیتونید بیابید. یعنی این دین اینا اینطوری است. فإن رؤوس مذهبهم والأئمة الذين ابتدعوا وأسسوا كانوا منافقين زنادقه. میگه کسایی که این مذهب رو تأسیس کردن که منظور عبدالله ابن سبع یهودی است که بارها ثابت کردیم مؤسس رافضه‌گری است، اینها منافقین و زنادقه بودن. بعد میاد در مورد خوارج و بقیه طوایف ذکر میکنه، میگه که هیچ کس نگفته که رؤوس مذهب اینها که اینا به اصطلاح این بدعت ها رو آوردن اینا زندیق و منافق بودن، به خلاف رافضه، برعکس رافضه که رؤوس مذهبشون زندیق و منافق. فإن رؤوس کانوا كذلك. رؤوس مذهب رافضه‌گری این گونه بودن. و در صفحه بعدی این مطلب دوباره ادامه همون مطلب است. و اصل المذهب، اصل مذهب رافضه‌گری است، انما ابتدع و زنادقه و منافقون، که این بدعت رو زنادقه و منافقون آوردن. مرادم افساد دین الاسلام، که منظورشون افساد دین اسلام بود. منظور در اینجا روافض است که مفصل شیخ الاسلام توضیح میده. تشکر احمد جان.
و اینم همین کتاب منهاج السنه احمد جان نشان بده، صفحه 300 اصل مطلب از اینجا شروع میشه که در جواب قال الرافضی، در جواب رافضی میاره میگه، بعد در صفحه 301 اقوال رو نقل میکنه در مورد سخنان رافضی، بعد صفحه 302 این مطلب رو در بین گروه دروغگوتر از رافضه کسی نیست، و در اینجا که اصل مذهب رو میاره که دقیقا همون نسخه رو ما داریم نشون میدیم که حتی این سیایی که در اینجا هست در این قسمت اگر ببینید در اصل کلیپی که از قزوینی هم ما پخش کردیم همین قسمت سیایی وجود داره در اینجا. من یک بار دیگر همون مطلب رو نشون بدم خدمتون از کلیپی که ایشون پخش میکنه. صداشو اگر قطع بکنید احمد جان، من فقط این صفحه رو میخوام نشون بدم. ببینید دقیقاً همون نسخه پی دی افی رو که ایشون استفاده کرده، همون نسخه این سیایی رو میبینید در اینجا، دقیقاً همون نسخه پی دی افی رو که ما داریم. نشون بده احمد جان، این نسخه پی دی افی که ما داریم، همین سیایی که اینجا در اسکن این کتاب وجود داشته در صفحه 303 و در فیلمی هم که قزوینی نشون میده دقیقاً همین سیایی وجود داره در اینجا. این به این معنی است که دقیقاً ما همون نسخه پی دی اف رو داریم خدمتتون نشون میدیم که این مکار دروغگو در شبکه خودش نشون داده. به هر حال این بود قضیه این کلیپ. حالا جالب است که من اینو همیشه باید پخش بکنم تا دوستان با این بیشتر آشنا بشن. احمد جان صدا و تصویر داشته باش. روایات ما رو صدر فلانی روایات ما رو صدرش میخوانه، ذیلش نمیخوانه، چنین و چنان و سر صدا ایجاد کردن. ما دروغگوی ماهر و مکار. حالا بفرمایید مردم قضاوت کنن، ما هیچی نمیگیم. ما نمیگیم اینها دروغگو هستن، مکار هستن، ماهر هستن، چی هستن. خود دوستان بیننده شیعه و سنی ما روایت را آوردیم رو آنتن، آقایان دیدن. این از این و کلیپی هم دست ما رسیده از درس های فن دروغگویی ایشون. این کلیپ رو هم با هم ببینیم. تمام چون وقتی آدم که دروغ میخواد ببافه میاد تمام ریزکاری ها را طوری بیان میکنه که طرف شبهه‌ای نکنه در اونجا. اگه دروغ ببافه 7-8 تا دروغ هم مقدمه مؤخره میاره، مسئله را طبیعی جلوه بده. بله وقتی که ایشون میخواد دروغ بگه یک 7-8 تا دروغ ما قبل و ما بعد میاره، مانند این کلیپ که بعد از اون میگه که در یمن فلان کردن و اینو کشتن و اینو بستن و اینو خوردن و بردن که بیننده فکر بکنه که طبیعی است. حالا یک کلیپ جدید دوستانمون در بخش پژوهش و پیگیری چند روز قبل به من دادن. این کلیپ خیلی جالب است. یک بیننده آقای اویس از آلمان زنگ میزنه، چون الحمدلله بعد از پخش این دروغ‌های ایشون بیننده‌های فهیم شبکه جهانی به صالح حق با فن دروغگویی و با خواصت این آخوند رافضی آشنا شدن. الحمدلله آهسته دارن زنگ میزنن به شبکه ضلالت و گیر میدن به این آخوند که چرا دروغ میگه. این کلیپ رو با هم ببینیم، خیلی جالبه. سوال من رو شما جواب بدین. آقای قزوینی، آقای دعای شما را با صدها دروغی که شما در تلویزیون میبینید اما طور که نشان میده بر مردم با دلایل و وقایع، شما چرا یک ویدیو آقای انصاری رو نشان نمیدید؟ خب عزیز دل من، اونها دروغ پردازی میکنن، والله افترا میبندن. چرا الان ما 5 سال میگیم بیاد مناظره کنید، چرا جرئت نمیکنن بیاد مناظره؟ من به همون عبدالله حیدری گفتم آقا من دروغ میگم، بیایید در رابطه با دروغ های من مناظره کنیم. راست میگید. عبارتی من میگم، اولش میبرن، وسطش میبرن، آخرش میبرن. یک چیز آش برای شما عرض کنم، شل قلمی درست میکنن. بله آقای قزوینی اینجا دروغ گفته. حالا بحث رو عوض نکنید. بله حالا بحث رو عوض نکنید. و بیننده گیر داده بود که شما دروغای شما رو با سند و مدرک آقای انصاری پخش میکنه، تا اسم منم که میارن از اسم منم میترسن، از قیافه منم میترسن، رو اسمم چیز کردن،
صدا رو قطع کردن که اسم واضح نشه. به هر صورت دیگه میگن خائن خائف است. میاد در اینجا حرف عجیبی میزنه، میگه ما از 5 سال به این طرف ما اعلان مناظره کردیم. بابا بی شر، بی حیا، سنگ پای قزوین، 5 سال ما داریم میگیم که آقا بیا از یکی از دروغات دفاع بکن. اتفاقا موضوع مناظره رو ما تعیین کردیم، گفتیم تو بیا از یکی از دروغات دفاع بکن. بعد میگه که من به عبدالله حیدری گفتم که بیاد. چه ربطی داره به استاد عبدالله حیدری گفتی؟ اصلا استاد عبدالله حیدری تو شبکه وصالت تا حالا برنامه زنده نداشته. شما چه چسبیدی به استاد عبدالله حیدری؟ تو اینجا بیا. ما قبلا احمد جان همون لینک کلیپی که ما براش بله بسیار خوب لینک هم فرستاده احمد جان، من اینو پخش میکنم که قبلا ما برات شماره تلفن تعیین کردیم، نامه فرستادیم، ایمیل زدیم به شما، هم به ایمیل شخصی، هم به ایمیل سایتتون، هم به ایمیل شبکه ولایت که شما بیاید از یک از دروغاتون دفاع بکنید. شماره تلفن خاص ویژه برای شما اختصاص دادیم. من اینجا 2 تا تلفن سر میز گذاشته بودم، یک تلفن خاص برای جناب آیت الله قزوینی بود که بیاد از دروغاش دفاع بکنه. بعد میاد با پررویی میگه که من 5 ساله که گفتم که بیاید با من مناظره بکنید، با موضوع مناظرم دروغای من باشه. خب ما 5 ساله که ما اینو گفتیم، کلیپ شما داریم، شما دروغ میگی جناب آیت الله قزوینی دروغگو. ما بله این لینک فرار قزوینی از مناظره است که من این رو انشاءالله قسمت های از این کلیپ رو من برای شما پخش میکنم. این دقیقا در چه تاریخی بود احمد جان؟ کلیپ 1 سال قبل، در ببینید در جنوری 2015 در تاریخ 12، یعنی تقریبا میشه گفت که 2 سال میشه دیگه احمد جان، درسته تقریبا؟ بله در 12 جنوری یا ژانویه 2015 این کلیپ رو ما پخش کردیم و در برنامه زنده هم نشون دادیم. قسمت های از این کلیپ رو من خدمتتون پخش میکنم. عنوان کلیپ هم از فرار آیت الله دکتر حسینی قزوینی از مناظره با شبکه جهانی وصال حق. در 2 هفته قبل شاهد بودید که کسی به نمایندگی از قزوینی خیلی اصرار داشت که از دروغایشون دفاع بکنه و حداقل با سیانمایی بیاد و تبرئه بکنه که نه آقای قزوینی دروغ نمیگه. اما در مدت 1 ساعت و خورده ای از برنامه شما عزیزان دیدید که نه تنها نتونست از یک دروغ قزوینی دفاع بکنه، بلکه دروغ‌های دیگری رو گفت که غیر از رسوایی و غیر از افتضاح چیز دیگری برای قزوینی و دار و دسته شبکه ایشون به بار نیاورد. شبکه وصال حق بارها شده که در اینجا دوستان تماس گرفتن از شیعیان و از اهل سنت و عزیزانی که به شماره رابطه عمومی تماس گرفتن که شما چرا این مناظره و گفتگو رو بابش رو با خود آقای قزوینی باز نمی کنید و با ایشون مناظره نمی کنید؟ از ایشون چرا نمی خواهید که بیاد به دروغاش جواب بده؟ ما همونطوری که شاهد هستید از روز اولی که این برنامه شروع شده ما بارها تحدی و چالش رو اعلان کردیم که ما حاضریم که 2 دقیقه یکی از دروغ‌های قزوینی رو پخش بکنیم و 2 ساعت و 58 دقیقه به ایشون وقت بدیم که بیاد از دروغ خودش دفاع بکنه. بعد از این گفتگو که اسمش رو گذاشتن مناظره، من نمیگم مناظره، گفتگویی بود که چه دوستان ما و چه اونا اصرار دارن بهش بگن مناظره، اما گفتگویی بود که به عنوان یک بیننده عادی در نظر من، اما در حقیقت نماینده آیت الله قزوینی و شما بسنجین که این آیت الله ها در چه سطحی از علم و معرفت قرار دارن مادامی که این چنین اشخاصی رو به عنوان نماینده خودشون میفرستن. ما پیامی فرستادیم، ایمیلی فرستادیم به شبکه
ولایت و به سایت رسمی مؤسسه ولیعصر مال قزوینی و از ایشون خواستیم که بیاد و از این دروغی که گفته دفاع بکنه و این مطلب رو به ایمیل ایشون فرستادیم تا باشد که اتمام حجتی شده باشه با این شبکه و بینندگان عزیزم در جریان باشن که ما به هر کی که بخواد اما در جایگاه علمی قرار داشته باشه که بتونه از دروغ‌های خودش دفاع بکنه حاضریم در این شبکه وقت بدیم. در این پیام نوشتیم السلام علی من اتبع الهدی. جناب آقای آیت الله دکتر حسینی قزوینی، رئیس شبکه رافضی ولایت، پیرو گفتگویی که با نماینده شما با موضوعیت اثبات دروغ جناب عالی به امام شمس الدین ذهبی که ادعا نموده بودید که ایشان امام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله صاحب کتاب صحیح بخاری را ثقه نمی‌داند و نماینده شما در بیشتر از 1.5 ساعت نتوانست این دروغ شما را توجیه کند. این جانب به عنوان مدیر شبکه جهانی وصال حق و بنا به درخواست بینندگان اهل سنت و شیعیان عزیز از بنده به اطلاع جناب شما میرسانم که بنده در برنامه آن روی سکه که در این هفته به تاریخ 15 ربیع الاول 1436 هجری قمری مصادف با 6/1/2015 و 16 دی ماه 1393 هجری شمسی که انشاءالله به طور زنده پخش خواهد شد در طول مدت 3 ساعت برنامه منتظر تماس جناب عالی خواهم بود و حاضرم هر مقداری که نیاز داشته باشید به شما وقت بدم تا از این دروغ خود دفاع نمایید. در ضمن شماره ویژه‌ای برای شما اختصاص دادیم که می توانید بدون مزاحمت دیگران با آن تماس بگیرید و از این دروغی که گفته اید دفاع نمایید. امیدوارم این جرأت و شهامت را داشته باشید که با تماس به این برنامه از دروغی که شاگردان شما نتوانستند آن را توجیه نمایند دفاع کنید. والله الهادی الی السواء السبیل. این پیامی بود که من فرستادم برای این شبکه و برای اینکه دوستان عزیز مطمئن بشن از ارسال این پیام من تصویر این ارسال پیام رو هم ویدیوشو گرفتم که عزیزانمون دارم. بله دوستان اینو نشون بدن. این لحظه ارسال این پیام به مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی العصر که مال قزوینی هست. نص همون پیام ما اینجا شماره رو مخفی کردیم در ویدیو تا که مثل هفته گذشته نشه و بینندگان تماس نگیرن به این شماره. این پیام ارسال میشه اکنون. البته ارسال شده، روز شنبه گذشته ارسال شده. این لحظه ارسال این پیام هست. بله دوستان اینجا زوم بکنن. اطلاعات با موفقیت ارسال شد. این پیامی که به مؤسسه تحقیقاتی ولی العصر ارسال شد. تشکر میکنم از عزیزانمون در اتاق فرمان. و تصویر دیگری که پیامی که به شبکه ولایت از طریق ارتباط با ما ارسال شده به بخش مدیریت این پیام فرستاده شد که امیدواریم این جرأت و شهامت و مردانگی رو داشته باشن که آقای قزوینی بله این اطلاعات با موفقیت ارسال شد. جهت تاکید ما به بخش‌های دیگر این شبکه هم این پیام رو فرستادیم. دوستان عزیز اگر نشون بدن همین پیام رو ما به بخش روابط عمومی این شبکه هم فرستادیم. این صفحه اصلی سایتشون هست. این بخش روابط عمومی info@vilayat.tv.com هم ارسال شده. دوستان عزیز
که 100% مطمئن بشیم که این مطالب به ایشون رسیده. همین مطلب رو دوباره ما به ایمیل روابط عمومی شبکه ولایت هم فرستادیم. بله، اطلاعات با موفقیت ارسال شد که دیگه هیچ حجتی نمانه بر اینا که بگن بله ما نمیخوایم. و این تلفن هم که در کنار من میبینید تلفن ویژه‌ای است که شما برای اونا فرستادیم. این کلیپی بود که تقریبا 2 سال قبل ما پخش کردیم و در دقیقه 12 احمد جان اشاره میکنن که هم شماره تلفن بدون بلور هست، چون بلور کرده بودیم به خاطر اینکه دوستان تماس میگرفتن بقیه عزیزان. اینجا یک بار دیگه و اینم صفحه سایت ایشون و دوستان اینجا من حتی از این صفحه به خاطر اینکه مطمئن بشید که در روز شنبه ارسال شده این پیام، الان لحظاتی بعد میره پایین و پیامی که به روابط عمومی هم ارسال کردیم. اینم تاریخ 3/1/2015 این پیام ارسال شده و هم به ایمیل شبکه ولایت و هم به روابط عمومی هم به مدیریت. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی چهره واقعی اینها رو همونطوری که امشب عیان شد برای شما عزیزان بیش از پیش رسوا بکنه. دوستان بازم نشون بدن این ایمیل همچنین به روابط عمومی شبکه ولایت ارسال شده، همین شماره تلفن، و امشب ما منتظر بودیم که آقای اینجا شماره تلفنی است که در ویدیوی قبل از پخش ما بلور کرده بودیم تا غیر از آقای خزینی کسی که نتونه زنگ بزنه و این شماره تلفن ویژه بود 2044 1890 219 که مدت 3 ساعت ما در برنامه منتظر بودیم و ایشون تماس نگرفت. این خلاصه ای از ویدیویی بود که تشکر میکنم احمد جان لینکش رو فرستادن و این وضعیت جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی است. نکته دیگری که در کلیپ ایشون بهش اشاره کرد اگر متوجه شده باشید، گفت که اینا میگیرن کلیپ ها رو تقطیع میکنند. اینجا توجه کنید. سال میگیم بیاد مناظره کنه، چرا جرئت نمیکنن بیاد مناظره؟ من به همون عبدالله حیدری گفتم دروغ پردازی میکنن و خب عزیز دل من اونها دروغ پردازی میکنن والله افترا میبندن. چرا الان ما 5 سال میگیم بیاد مناظره کنه، چرا جرئت نمیکنن بیاد مناظره؟ من به همون عبدالله حیدری گفتم آقا من دروغ میگم، بیایید در رابطه با دروغ های من مناظره کنیم. راست میگید. عبارتی من میگم اولش میبرن، وسطش میبرن، آخرش میبرن. یک چیز آش برای شما عرض کنم، شل قلمی درست میکنن. بله آقای قزوینی اینجا دروغ گفته. حالا بحث رو عوض نکن. سوال من شما اولشو میبرن آخرشو میبرن، بعد یک قسمتی از حرفایشون رو میگیرن و بعد بهشون تهمت میزنن که دروغ. حالا من دیروز از دوستان عزیزمون در بخش پژوهش و پیگیری خواستم که این کلیپ دروغ ایشون رو که در مورد منهاج السنه گفتن کلیپ اصلیش هم به من بدن. اینجا این کلیپی است که ما به اصطلاح اولش رو بریدیم آخرش رو بریدیم طبق قول خودشون و همون قسمتی که ایشون دروغ گفته، چون که 2 ساعت صحبت میکنه نمیشه که همه رو پخش کرد، موضوعات مختلف مطرح میکنه. ما هم قسمت دروغش رو میگیریم که دروغی میگه بعد کل برنامه رو بر اساس همین دروغ پایه‌ریزی میکنه. احمد جان نشون بده اینجا تاریخ 7/3/2016 7/3 این کلیپ تقطیع شده ایشون هست و اینم تاریخ 7/3/2016 اصل کلیپ برنامه است. این اصل کلیپ برنامه رو با هم برای بچه‌ای که پشت دوربین ها هستن، صداوردار و عوامل فنی و همه دست به دست هم اومدیم یک شب دیگه به خونه های شما.
امامت و ولایت اسم برنامهشون هست و در مقدمه میگه و خلاصه در دقیقه از اینجا شروع میکنه صحبتاشو در مورد شیخ الاسلام ابن تیمیه. بمانه این فرهنگ بشه، همون کاری که ما در رابطه با امامت در 5 دقیقه داشتیم که متاسفانه این مقداری فراموش شد. حالا انشاءالله حضرت عالی بزرگواری کنید، یادآوری کنید که این سنت حسنه انشاءالله احیا بشه، این غنچه های ولایت عزیز ما بیان روی خط، این بحث ها رو انشاءالله داشته باشن، مخصوصا در قسمت های مختلف. وهابیت انشاءالله ما یک سوالهایی رو طرح کنیم، این عزیزان ما بیان و من واقعا از همه این عزیزان مخصوصا غنچه های ولایت خدا به حق حضرت زهرا اینها را موفق بداره و از یاران ویژه حضرت ولی هست قرار بده، به شرطی که ما را هم دعا کنن اینها برن تو این شبکه های شیطانی وهابی با اون خلاصه زبان شیرین و لهجه کودکانه خودشون اینها را به افتضاح بکشن و به رسوایی بکشن، همونطوری که اون عزیزمون از یزد وقتی رفت تو این شبکه وهابی کلمه گفت من حاضرم در 5 دقیقه امامت الهی و خلافت بلافصل علی علیه السلام را از کتاب و سنت با سند صحیح از کتاب‌های شما اثبات کنم. این مجریشون آقای با عقل بدنش به لرزه افتاد و پرت پرت افتاد، سریع هم تلفنش قطع کردن و من واقعا یکی از راهکارهایی که واقعا میشه این وهابیت رو رسوا کرد رفتن روی خط ایناست و ما که میگیم بیاید مناظره نمیان. برای شما عرض کنم برای امثال دوستان ما هم که میرن قطع میکنن و لذا من معتقدم یکی از راهکارها همین هست که این عزیزان ما برن، مخصوصا حالا ما این رو داریم میگیم به قول اینم به قول از رمز رموز پدرها یا مادرها زنگ بزنن وقتی که وصل شد به آنتن بدن به این کوچوله ها، چون ما یقین داریم این غنچه های ولایت وصل بشن یقینا اینها رو نمیگذارن صداشون پخش بشه. ولی یکی از راهکارهاش اینه، چون دیگه ما راهی نداره غیر از این که اینجا ما اعلام کنیم، ما چون ما چیزی مخفی نداریم ما که بیام آقا این تاکتیک ما، این استراتژی ما، نه آقا ما هرچه داریم ظاهر باطنمون این هست. ولی من دوست دارم که انشالله این عزیزان ما خوب دقت کنن این بحث ها را. و یک نکته ای هم برای عزیزان اهل سنت من دارم عرض می کنم. البته اهل سنت شکر خدای عالم غالبا متوجهن، بیدارن و قضیه دستشون هست. شاید 90% 95% جوانهای اهل سنت ماهیت پلید وهابیت رو میدانن چیه. اگرم نمیدانستن در این قضیه موصل، در قضیه سوریه که این همه علمای بزرگ اهل سنت، جوانهای اهل سنت رو اینها به خاک خون کشاندن، اینها دیگه گمانم دیگه روشن شدن، مگر اینکه دیگه یک نفر اول ما خلق اللهش معیوب باشه روشن نشه، یعنی واقعا. ولی من این چند تا نکته رو من عرض می کنم و تقاضا می کنم این رو از جوانهای عزیز اهل سنت، از علمای بزرگوار اهل سنت، دانشجویان اهل سنت، طلبه های جوان اهل سنت. ما معمولا صفحه کتاب رو اینجا نشان میدیم و اینها برن ببینن، اگرم قبول ندارن این رو، غالب این کتاب ها الان در اینترنت هم نباشه در نرم افزارهای علوم اسلامی این کتاب ها هست، ببینن این واقعا مطالبی که ما داریم نقل میکنیم واقعیت داره یا دروغه. اگر دروغ بزرگواری کنن بیان روی خط بگن فلان این حرفایی که شما زدید این دروغ بوده، و اگر واقعا راست هست یه مقداری فکر بکنن قبل از آنکه خودشون و خانوادهشون گرفتار این فتنه و این پلیدی بشود، خلاصه به فکر باشن. ببینید این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه حرانی هست. بله دوستان عزیز، ما قبلش رو پخش کردیم، از شروع مقدمه ای که گفت همه رو پخش کردیم، هیچی هم سانسور نشده. از این به بعد کلیپی است که ما
تقطیع کردیم و بارها پخش کردیم که اصل موضوع دروغ ایشون هست اینجا. عزیزان دقت کنن، اگر اتاق فرمان مشکلی ندارن مانیتور من رو محبت بکنن. ببینید این کتاب منهاج السنه لابن تیمیه الجزء السادس. آقا تصور کردی جوان عزیز سنی تشریف بردید شما کتابخانه، خلاصه قفسه ها را گشتی، این کتاب را پیدا کردی، جلد ششم پیدا کردی. ببینید اینجا در صفحه 303 ببینید عبارت ابن تیمیه چی عزیز دل من. ما که این دیگه ما که ننوشتیم، ما هم که چاپ نکردیم، تحقیق هم ما نکردیم. این کتاب برای شما عرض کنم در عربستان سعودی چاپ شده، در 9 جلدم هست. دکتر محمد رشاد سالمم تحقیق کرده از علمای بزرگ اهل سنت. ایشون میاد میگه آقا و اصل المذهب، ریشه مذهب، کاری به شیعه هم نداره. نمیگه مذهب شیعه، مذهب عباسی، کل مذهب. انما ابتدعه زنادقة منافقون. اصلا اصل مذهب را بنیانگذارش ملحدین، زندیقها و منافقین بودن. مرادشون هم فاسد کردن دین اسلام بوده. بابا اصلا شما مذهب شیعه رو استثناء کنید، زیدی را استثناء کنید، اسماعیلی رو استثناء کنید. آقا بفرمایید آقای جوان حنفی، بفرمایید این حرف آقای ابن تیمیه است نسبت به شما، نسبت به امام اعظم ابو حنیفه. جوان عزیز شافعی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام شافعی. جوان مالکی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به امام مالک. جوان حنبلی، این حرف ابن تیمیه است نسبت به احمد ابن حنبل. میگه اصل المذهب انما ابتدعه زنادقة منافقون. خب حکم منافق چیه؟ و قاتل الکفار و المنافقین. حکم زندیق چیه؟ و قاتل ائمة الکفر یا و قاتل الکفار برای شما عرض کنم کافتن. خب ببینید اینجا میاد حکم درست میکنه و به دنبال این حکمم فتوای قتل صادر میکنه. شما خیال میکنی اینهایی که الان دارن در یمن، خب این جمعیتی که کشتن نزدیک برای شما عرض کنم به قول 7000 چقدر جمعیت در یمن کشتن. اینها آیا از این 10,000 یا 8,000 جمعیت اینها 500 نفر شیعه بوده؟ گیریم 1000 نفر شیعه. آیا این 5 یا 6,000 سنی که کشتن اینها گناهشون چه بوده؟ اینهایی که الان نزدیک 70-80 تا مدرسه را ویران کردن، نزدیک 30 تا 40 تا بیمارستان رو ویران کردن. آخه این در کدام دینی، در کدام مذهبه؟ حتی بیمارستان های برای شما عرض کنم بدون مرز را که اصلا اینها رفتن اونجا برای مداوای مجروحین، بیچاره ها، بدبخت ها، خب اینها را برداشتن، اینها نابود کردن. آخه اینها به چه همین فتوا. آقا هر کس وهابی نباشد کافره، هر کس وهابی نباشد منافقه، هر کس وهابی نباشد زندیقه، هر کس وهابی نباشد این مفسد دین هست، باید این بابا نابود بشه. یا شما ببینید این کتاب مجموع فتاوای ابن تیمیه هست، جلد 22. شما همین رو در نرم افزارهای علوم اسلامی هم بیارید. بله. تا اینجا مطلب اول تموم شد، میپردازه به دروغ بعدی، به مطلب بعدی. ما قبلش هم گذاشتیم، ما بعدش هم گذاشتیم، گرچه خسته کن بود برای بینندگان عزیز، بارها دیدن، بارها پخش شده، اما به خاطر اینکه دروغگویی و خباثت و افساد این آخوند رو نشون بدیم، خدمت شما عزیزان ما قبل و ما بعدش هم گذاشتیم، کامل کلیپ رو پخش کردیم. ما
در بخش پژوهشگری وقتی کلیپ رو دوستان تقدیم میکنن بارها بهشون گفتیم که حتما یک چند ثانیه قبل و بعد هم بگذارن که برای اینا دیگه فردا بهانه‌ای درست نشه که بگن والا حرف ما رو قسمتش رو گرفتن، ما قبل و بعدش چیزایی گفته بودیم. نه خیر جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی، ما قبل و ما بعدش چیزی نیست. اصل دروغ شما که در مورد سران مذاهب اهل سنت گفتید همین قسمت بود که ما اینجا خدمت بینندگان عزیز نشون دادیم. بعد از این شما منتقل میشید به قسمت بعدی و دروغ بعدی که گفتید. این بود واقعیت این آخوند خبیث. ما در شبکه جانی وصال حق رسما همینجا در همین برنامه اعلان میکنم که آقای قزوینی شما هر موقعی که بخوایی، هر موقعی که دوست داشته باشی، چند دقیقه و چند ساعت که میخوایی، الان مثلا ما تقریبا حدود 43 دقیقه از برنامه گذشته، میخواید 2 ساعتی که مونده، 2 ساعت خوردی، 2 ساعت کامل شما به شما اختصاص میدیم، به شرطی که بیایی فقط در مورد دفاع از همین دروغت صحبت بکنی. هر چه سند و مدرک هم دوست داری از کتابای ابن تیمیه بیار که گفته باشه سران مذاهب اهل سنت کافر و زندیق هستن، اما یقین داشته باشید که ندارن نه غیرت، نه شهامت، نه مردانگی، نه جرأت و نمیتونن هم از این دروغ قزوینی، نه خودشون نه شاگردانش نه 200 کارشناس و مجتهد و حوزه‌ای و دانشگاهیشون که تو شبکه ولایت با این همکاری میکنن از این دروغ قزوینی دفاع کنن. چرا؟ ایشون دروغ گفتن.